خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم در مورد قضیه دیورژانس در فضا صحبت کنیم. ببینید قضیه دیورژانس همان قضیه گرین در صفحه است دیگه. قضیه گرین این بود که اگر انتگرالمون خط اف دی آر برابر با انتگرال دوگانه دیورژانس اف در دی آر چه دیورژانس اف که اف یک میدان برداری است هست روند این به روند x به اضافه روند این به روند ایگره. در حقیقت قضیه دیورژانس اینه که اشار برونسوی خالص یک میدان برداری گذرنده از یک رویه بسته واقع در فضا را با انتگرالگیری از دیورژانس میدان روی ناحیه محصور شده توسط روی محاسبه میکنن. خب بیایید اولا دیورژانس یک میدان بردار رو تعریف کنیم. اگر اف یک میدان برداری باشد ام آی به اضافه انرژی علاوه پیکا تابع عددی زیر را میگیم دیورژانس ای، میگیم دیورژانس دل نقطه اف مساوی با روند x به اضافه روند y به اضافه روند p به روند z هست. در حقیقت دیورژانس میدان f آهنج متراکم شدن یا منبسط شدن مثلا میدان برداری گاز رو در یک نقطه مانده x y و z چی به ما میگه. در حقیقت دیورژانس عبارت است از شار برونسوی واحد حجم یا تگارش‌ها در آن نقطه. برای روشن شدن این مطلب به مثال نگاه کنید. میگه میدان‌های برداری زیر سرعت گاز نشان میدن که در فضا شارش میکنن. دیورژانس هر میدان برداری یافته و مفهوم فیزیکی آن را بیان کنید. مثلا الف، تو الف میبینید چه بردارها از مبدا به بیرون هست، یعنی حالت انبساطی دارد. در به بردارها به طرف چی هستن؟ مبدا هستن. درست. در جیم بردارها حول محور زتا دوران میکنند. در ت حالت برشی هست دیگه، زیر محور صفحه x و y بردارها به سمت چپ است، در سطح بالایان به طرف سمت راست است. خب الف رو شما در نظر بگیرید، میدان بردارش از x به اضافه y به اضافه z کار، یعنی به هر نقطه از فضا بردار رو چه نسبت دادیم، اگه اون نقطه رو به مبدا شما وصل کنید، درست، بردار به اصطلاح چی هست؟ در جهت مثلا اینجا اگه این نقطه داشته باشیم، درست، اگه این نقطه رو به مبدا وصل کنم باید امتداد بدم، بردار ما این خواهد شد. حالت انبساطی داره. در ب حالت تراکم داره، منها x منها y منهای z کا هست. در پ چرخش حول محور z ها هست. تو جیم درست، در پ دیگه، در پ حالت چرخشی داره. در ت حالت برشی در امتداد صفحات افقی هست، زد جی هست. خب الف، دیورژانس میدان برداری در الف حساب کنم عدد 3 میشه دیگه، درست، یعنی چون مثبت حالت چی دارد؟ حالت انبساطی دارد. در به دیورژانس حساب حالت چی؟
چون منهای 3 هست حالت تراکم داره. درپ دیورژانس حساب صفره، حالت چرخشی داره. گاز در هیچ نقطه نه منبسط می شود نه متراکم. در ت هم همینطور دیورژانس اف حساب کنیم صفر می شود. خب یعنی در هیچ نقطه نه منبسط است نه متراکم میشه. خب قضیه دیورژانس اینه که میگیم فرض کنید اف یک میدان برداری باشه چون مؤلفهایش مشتقات جزئی اول پیوسته داره و فرض کنیم که اس یک رویه بسته جهتدار و قطع هموار باشه. شار اف گذرنده از اس در جهت میدان قایم واحد برونسوی رویه n برابر است با انتگرال دل نقطه با f روی ناحیه د محصول شده توسط رویه که چپ رو میگیم شار برونسوی، راست رو میگیم انتگرال دیورژانس. مثال میگه هر دو طرف معادله دو رو برای میدان برداری منبسط شونده f مساوی x به علاوه y به اضافه zk روی کره x رو به علاوه z مساوی با 2 محاسبه کنیم. درست؟ پس الان اینجا خب ببینید بردار قایم واحد برونسوی روی S هم بردار گرادیان سطح کره است. درسته؟ چه اینو برابر است با f x y z مساوی x به علاوه z اینا آدو هست. درسته؟ خب بردار گرادیانش حساب کنیم به بزرگیش هم تقسیم کنیم تا بردار واحد به دست بیاریم. شد x به علاوه y j به اضافه z بر آ. درست این بردار واحد برونسوی روی سطح کره هست. حاصل به نقطه F رو با N به دست می آوریم به دیفرانسیل سطح هم ضرب میکنیم. درست؟ جوابش میاد آ دی سیگما. الان تو انتگرال قرار بدم شار برونسوی انتگرال سطح F نقطهش این با دیفرانسیل سطح به جاش قرار بدم شد آ دیفرانسیل سطح. درست؟ دیگه آ از اینجا بیرون بیاد این انتگرال هم مساحت سطح کره رو نشان میده برابر 4 پی آ 2 با آ هم ضرب کنم پس میشود 4 پی آ 3 شار برونسوی از سطح کره است. حالا بیاید انتگرال دوگانه سگانه رو دل نقطه با اف رو در داخل این کره به دست بیاوریم. دل نقطهش با اف میشه 3 در اینجا قرار میدهیم. فرمول 3 میاد بیرون. این چیز اومد این انتگرال سگانه حجم کره است دیگه. میدونیم که 4 7 پی آ 3 هست. این نمیشه 4 پی آ 3. دو طرف معادله دو با هم چی هستن؟ برابر هستن. اونجا هم 4 پی آ 3 داشتیم اینجا هم 4 پی آ 3 داریم. این وقت یک میدان برداری درست با انبساط یک نواخت و در یک کره هست. مثال بعدی فرض کنید که میگه مطلوب از شار برونسوی میدان برداری f x y r به اضافه y z به اضافه z k گذرنده از یک رویه مکعبی که صفحات x مساوی 1 y مساوی 1 و z مساوی از یک هشتم اول جدا میکنه. خب اگه من بیام انتگرال سطح اینو پیدا کنیم این 6 تا وحدت داره. واسه 6 تا انتگرال حساب کنم بردارهای نرمال این هم چه در هر سطح متفاوت هست. درست؟
بعد با هم جمع میکنم یا بیام این کارم میدم دل نقطه اشباع اف رو به دست میآورم، دیورژانس اف رو به دست میآورم، داخل مکعب چی انتگرام میگیرم. اینجا هم اصلا راحت تر است. درست؟ پس دل نقطه اشباع اف شد ایگرگ به علاوه زد به اضافه ایکس. درست؟ روی ناحیه داخل مکعب مستطیل خواهد شد کدام؟ این انتیگا میگیریم داخل مکعب، جوابش خواهد شد 3 دوم. این خیلی راحت تر از اون چه 6 تا بچه حساب کنیم. خب بیایید قضیه دیورژانس رو در مورد بعضی نواحی خاص اثبات کنیم. ما اول فرض میکنیم که ناحیه‌ای که در نظر میگیریم ناحیه معدب باشد بدون حفره باشد، مثل گوی توپل یا مثلا مکعب یا بیزیوار. اسم رویه‌ای که قطع هموار باشه. خب فرض میکنیم که سطح کره ناحیه رو به 2 تا سطح در نظر میگیریم. یکی سطح ورودی هست زیتی که از fh x y، یکی هم سطح خروجی از z مضاعف با fx y. درست؟ وقتی انتگرال سگان رو حساب میکردیم، درسته؟ ناحیه رو بایستی مثلا فرض کنیم زد نمو هست. تو این شکل نگاه کنی، این حالا فعلا ناحیه دی رو یک کره مثلا در نظر گرفتیم. درست؟ یه خط کشیدیم به 2 تا سطح تقسیم کردیم سطح کره رو. پایینی همان سطح ورودی هست، بالای سطح خروجی هست که تصویر کنم بر صفحه x این همان ناحیه R به دست میاد. درسته؟ اگه این کره رو تصویر کنم بر صفحه ZOY این ناحیه RYZ هست. اگر اینو تصویر کنم بر صفحه XOZ ناحیه RXZ خواهد شد. درست؟ خب با توجه به این بیایید بردار برونسوی کره رو در نظر بگیریم. بردار برونسوی کره، سطح کره برابر است با n1 آی به اضافه n2 ز به اضافه n3 کا n1 کوسینوس آلفا هست، n2 کوسینوس بتا هست، n3 کوسینوس گاما هست. درسته؟ چرا؟ چون زاویه بین بردار واحد n با محور به اصطلاح x حساب کنیم میشد n نقطهش با آی میشد بزرگی n در بزرگی آی در کوسینوس آلفا. درست؟ آلفا زاویه هست این بردار واحد با محور x ها میساز، اسمشو میذارم n1. پس بردار برونسوی کره به کوسینوس آلفا آی به اضافه کوسینوس بتا ای به اضافه کوسینوس گاما خواهد شد. حساب نقطه f با n به دست می آورم n کوسینوس آلفا به اضافه n کوسینوس بتا به اضافه کوسینوس گاما خواهد شد. خب الان میخوایم ثابت کنیم که انتگرال سطح f نقطهش با n شال برونسوی برابر است با انتگرال سگانه دیورژانس A. خب برای اثبات این قضیه یه دفعه ثابت می‌کنیم که انتگرال سطح m کوسینوس آلفا برابر است با انتگرال سگانه روند m به روند x. انتگرال سطح s n کوسینوس بتا برابر است با انتگرال سگانه روند m به روند y. انتگرال سطح p کوسینوس گاما برابر است با چه چیز؟ انتگرال سگانه روند p به روند z. اینو با هم جمع کنیم طرف سطح با طرف راست چی خواهد شد. خب الان تو این شکل نگاه کنید، اگه این اما بردار واحد برونسوی روی کره باشد، زاویه ها با محور مثل x
ایکس ها و ایگرگ ها و زد میسازد این آلفا باشه بتا این گاما. پس مختصات بردار واحد برونزوی روی کره همون خواهد شد کوزینوس آلفا کوزینوس بتا کوزینوس گاما خواهد شد. درست. خب قبل از آنچه بازم به اثبات بریم، ببینید روی کره نگاه کنید. روی کره خب گفتم کره رو به دو تا سطح درجه گرفتیم. سطح S1 سطح ورودی هست، S2 سطح خروجی هست. این بردار واحد هست، بردار واحد روی کره است. اگه یک المان سطح پوزش روی کره در نظر بگیریم دی سیگما روی کره تصویر کنم بر صفحه OXY، یه المان کوچیک در صفحه XY به دست میاد دیگه. درست. مساحت این هست DA هست DX DY. چه رابطه بین این DA با دی سیگما داره؟ میدونیم که اگر دی سیگما رو به کوسینوس گاما ضرب کنه مساحت DX DA به دست میاد دیگه. گاما چی هست؟ گاما زاویه چه بردار واحد این با محور زد هم میسازد دیگه. درست. منتها در سطح S1 چه سطح ورودی هست بردار نرمال پایینه میشود منهای مثل کوسینوس گاما در دی سیگما میشود منهای دی سیگما، ولی در بالا میشود کوسینوس گاما دی سیگما در دی ایکس بر دی ایکس. درست. خب با توجه به این مطلب از دیفرانسیل سطح هم شد دی آ بر بزرگی کوسینوس گاما. خب الان بیا شاره اینجا هم چی زاویه هست چی برداره این با محور کامسیس گاما هست. درست. در بالا زاویه هاکته است، در پایین گاما زاویه چی هست منفرج است. وقتی اینو پایین به اصطلاح سطح پایین کره در نظر بگیریم. خیلی انتگرال سطح پ کوسینوس اومگا در دی سیگما رو داشته باشیم. خب پ رو خودش رو می نویسم، منتها این سطح کره کلا دو تا سطح شد دیگه، سطح S2 سطح S1. در سطح S2 درست. پس P هست به مختصات X و Y به جای Z پس F2 X Y قرار بدهیم سطح بالا. تو سطح پایینی به خاطر اون چی بردار نوع پایین هست اما نوزاوی چی بردار میشه منهای روی انتگرال دوگانه آر X Y منتها P به مقدار P میشه X و Y در F1 X Y. این دوتا انتگرال و دوتا انتگرال می نویسیم، اما به جای این براکت داخل انتگرال می نویسیم. می نویسیم انتگرال از F1 X1 تا F2 X2 عوض P می نویسیم روند P به روند Z در دیزه. اگه شما این انتگرال حساب کنید بالای به دست میاد. درست. پس اون انتگرال سطح میشه باید انتگرال سگان روند P به روند Z در دیزه X دیگری. خیلی خوب، به همین ترتیب اون ستای دیگر رو با هم حساب میکنم، با هم جمع میکنم، قضیه دیورژنس اثبات میشه. اما اگر بخوام قضیه دیورژنس رو روی نواحی دیگر اثبات کنیم، ما اونجا مثلا ناحیه رو چه کره در نظر گرفتیم، ناحیه مودب بود دیگه. درسته. حالا بیایید قضیه دیورژنس رو برای ناحیه که بین دو تا کره هست و هم مرکز هستن، یکی کره به اصطلاح فرض کنید
چه شعاعش هست مثلا آ، اون یکی شعاعش ب هست. درست؟ اینا رو حساب کنیم. منتها ببینید اینجا پس دو تا کره داریم، همه چیز هست، یکی کره کوچیک هست، یکی کره بزرگ هست. درست؟ برای اینکه خوب این انتگاجی رو انجام بدهیم اثبات رو اینو برش دادیم. درست؟ یک کره، پس این نیم کره بزرگ است، اینم نیم کره کوچیک است. ناحیه ما هم مابین دو تا کره هست، بین دو تا کره است. بردار نرمال مثلا ناحیه D1 به طرف بیرون هست. درست؟ ولی تو ناحیه داخلی کره کوچیک بیرون حساب میشه، این سطح این به طرف بردارهای نرمال این کره کوچیک به طرف مبدأ هست. درست؟ حالا این حلقه که اینجا هست بردار نرمالش هم کا خواهد شد دیگه. درست؟ خب شعاع برونسو رو الان میخوایم حساب کنیم. خب ما اگه اینو یک ناحیه بسته در نظر بگیریم، طبق اون قسمت اول که اثبات کردیم، انتگرال به شعاع برونسوی به اصطلاح اینجا فرمول 7، این فرمول 6 رو نگاه کن دیگه. فرمول 6 مربوط به این شکل است که اینجا دارم. درست؟ پس یه سطح بسته دارم، سطح بیرونی D1، سطح هم مثل سطح درونی هم اون سطح نیمکره کوچیک است. یه سطح همچی در کجا داریم؟ در این بالا داریم. پس برای یه سطح بسته است. ناحیه ما هم مابین دو تا کره است. با توجه به قضیه که بالا نشان دادم، این برقرار دیگه. انتقال سطح روی SH F NH در D سیگما H برابر انتقال سگانه روی D1 منظور کجاست؟ بین دو تا کره هست. دیورژانس F در D1. درست؟ به اضافه خب پایینی بالایم همینطور یه ناحیه بسته هست D2، یه سطحش بیرون کره هست، یه سطحش هم کره چی هست؟ کوچکتر هست دیگه. در D2 N2 به طرف بیرون هست، در اینجا این داخل بسم کره کوچک جزو ناحیه ما نیست، این بردار نرمال به طرف مبدأ هست. با توجه به اون قسمت اول میتونیم اینم حساب کنیم. درست؟ اینم این میشه دیگه، انتگرال به اصطلاح F نقطهش با N2 D سیگما 2 روی S2 میشه انتگرال سگانه دل F V2 روی ناحیه D2. منتها بالای سطح کره چون منظور صفحه موازی محور X Y هست چه بردار نرمالش که هست. برای این ناحیه کاها بالا هست، برای اون ناحیه کاها پایین هست. درست؟ این انتگرال سطح مثل این در نظر بگیریم، اینا یه چیز خونسا خواهند کرد. پس با توجه به این مطلب انتگرال شعاع برونسوی یک کل سطح
پس مجموع اینها خواهد شد. پس انتگرال اف نقطهش اینه ده سیگمای روی سطح اس. اینجا سطح اس دو تا سطح هست دیگه، یکی سطح کره بیرونی هست، یکی اون سطح کره کوچه است. ولی اینجا وقت ناهیده، اون وقت ناهیده می شود انتگرال به اصطلاح بین دو تا کره. مثال یه مطلوب از شار برونزوی خالص این میدان برابر ایکس آی بگیره که بر روسه. میدونید که اگه اون ژ ضرب کنم فعلا این شد میدان جاذبه دیگه. رو هم هست رادیکال ایکس ایگرگ تو علاوه زد. هم شار برونزوی این میدان بوداری رو بین دو تا کره، یکی مرکزش آ هست یکی مرکزش ب هست حساب کنیم. خب دو تا راه حل داریم، یکی این که دو تا سطح حساب کنیم، یکی این که انتگرال جیری کنیم بین دو تا کره. خب دیورژانس د نقطه با اف حساب میکنم. قبل از این روند رو به روند x حساب کنیم خواهد x بر روند به روند x هم حساب میکنم. شاید یک رو سومین هست x رو بر رو 5 روند به روند زدم حساب میکنم. دیورژانس f میشه جمع اینها. جمع اینها رو حساب کنم، دیورژانس میشه با 3. تنج انتگرال سگانه میشه با 3. درست، یعنی بین دو تا کره. پس اصلا اینجا صفر شد، چه کره کوچک باشه چه بزرگ باشه، انتگرال شار برونزوی میدان جاذبه صفر شد. درست، پس الان بذار تحقیق کنم ببینیم چطور هست. خب تو این صفر شد وابسته به شاهای کره نیست دیگه. درسته. خب بیایید یک کره در نظر بگیرید. درست، به مرکز صفر شای آ. شار برونزوی از اون سطح کره مستقیما حساب کنید ببینید چقدر میشه. اگر شما بیاید اول بردار نرمال اون سطح کره حساب میکنم. درست میدونید که میشه بردار که ذاتاً تقسیم بزرگشیه. نقطه F با N هم حساب میکنم. شاید یک بار آ. شار برونزوی از این کره به مرکز فشای آ از سطح کره حساب کنیم. بذار F نقطه باشه اینم قرار بدهم. یک آتم میاد بیرون تو این سطح کره هست که مساحت سطح کره قرار میدم میشه 4 پی. پس شار برونزوی F گذرنده از هر کره به مرکز وقت پرواز با 4 پی مال کدام؟ پس میدان جاذبه، اما نیروی مثلا میدان بودار جاذبه باشد. درسته؟ همیشه 4 پی است. اصلا اون شعاع کره تو اینجا چیز ظاهر نشده هست. این یکی از به اصطلاح 4 قانون بنیادی نظریه الکترومغناطیسی هست. بهش میگن قانون قاوس. خب بیاید میدان الکتریکی رو حاصل از بار نقطه Q واقع در مبدأ رو چی هست؟ پس فرض کنیم یه بار الکتریکی داریم، مقدار بارش Q کولن
هست اینو در مبدأ قرار میدهیم. میدان الکتریکی حاصل از این بار الکتریکی Q تو فیزیک میدونیم که برابر میشه با Q بر 4 پی اپسیلون 0 R بر بزرگی R3. یعنی اثر این میدان الکتریکی در هر نقطه از صفحه هست. بار الکتریکی ما هم که نقطه که در مبدأ هست. خب چه اپسیلون صفر یک ثابت فیزیکی با آر بردار مکانه نقطه x y z و رو منظور فاصله اون نقطه از مبدأ. خب پس میدان الکتریکی E می شود عدد Q مقدار بار الکتریکی تقسیم 4 پی اپسیلون 0 در F. F چی هست؟ F شار برونسوی اینجا چه شار برونسوی E گذرانده از هر کره به مرکز مبدأ برابر با Q بر اپسیلون 0 هست. درسته؟ حالا ما یه دونه میدان الکتریکی داریم. F ما هم که اینجا داریم همون اون بالایی هست که مثل نیروی جاذبه عمل میکنن. منتها در نیروی جاذبه این عدد ثابت J هست ولی اینجا Q بر 4 پی اپسیلون 0 هست. درست؟ خیلی مشال برونسوی این میدان F دیدیم که اصلا به مرکز به شعاع بستجی نداره. درسته؟ حالا ثابت شد. خیلی پس خواهیم داشت این درست. حالا یه مطلب دیگر میگه فرض کنید که یک روی اس را محصور کرده باشیم. به این فرم که فرض کنید که یک کره بزرگتر مانند اس آ که مرکزش مبدأ است تصور کنیم که روی اس را محصور کرده است. درست؟ به یک روی اس دارم. بعد فرض میکنیم که یک کره بزرگتر هست که این روی اس در داخل اون کره بزرگتر هست. درسته؟ دیورژانس میدان الکتریکی حساب میکنم Q بر 4 اپسیلون 3 صفر عدد ثابت میاد بیرون میشه دل F. F هم جمان میدان نیروی جاذبه است. دیدیم که دیورژانسش صفره. پس دیورژانس این میدان الکتریکی هم صفر شد. و اونجا دیدیم که اگه د یک ناحیه بین این سطح S و این کره به مرکز صفر به شوی آ باشد که پس این سطح S در بر گرفته شار برونسوی این ناحیه ما بین این دوتا صفره. درست؟ پس شار ای گذرانده از اس در جهت دور شدن از مبدأ باید با شار ای گذرانده از اس آ در جهت دور شدن از مبدأ چه برابر با که اپسیلون یکسان باشه. این گزاره رو قانون گاوس می‌نامند. و در مورد توضیح‌های بار کلی‌تر از آن استنتاج گرفتیم بار نقطه‌ای نیز به کار می‌روند. پس شارش برونسوی ای ان دیفرانسیل سیگما روی اس برابر است با کیو بر اپسیلون صفر است. بهش میگیم قانون گاوس. خیلی تو
تو این شکل اگه نگاه کنید یک کره دارم به مجلس فشار آب بیرون است. یه سطح هم داریم داخل این کره، بال الکتریکی ما هم در مبدأ هست. اینطوری ما میتونیم بهتر تجسم کنیم. شار برونزوی همیشه هست مقدار بال الکتریک تقسیم بر اپسیلون زیرو. قانون قوس. خیلی خب الان مطلب دیگر هست. البته اینجا یک تمرینات داریم که این تمرینات رو انجام میدهید. مثلا در اینجا دیورژانس میدان رو از شما خواسته، دو تمرینات 1 تا 4. بعد یک مچپ داده، گفته شار برونزو اینا رو حساب کنید، میدان برداشت هم داده و الاخر دیگه. بعد تمرین هم اینطور است که میدان برداری داده، ده بخشی از کره هست که از یک رشته منبع جدا می شود. توسط به قضیه دیورژانس اینها رو میتونیم ما به دست بیاوریم. تمرین 18 هم تمرینات جالب هست. میگه چه اینا اتحاد هست، اتحادهای زیر رو تحقیق کنید. مثلا د نقطهش با آ اف ایچ برابر به اف دامن، آ د نقطهش با اف ایچ برابر به د نقطهش با اف دو بم پهم ولی آخر. قوانینی هست چه د نقطهش با ژ در اف، ژ چون تابع اسکالر هست، مثل که اینجا مثلا هست مشتق اول در دوم، مثلا مشتق دوم در اول. دقت کنید. تمرین 9 رابطه برقرار هست. کرل تابع ژ ضرب در میدان برداری همین، مثل اینکه مشتق اول در دوم، مشتق دوم در اول. اینجا این کراس پروداکت هست و الی آخر. اینم اتحادهای جالب هستن. ما قانون قوس هم مورد مطالعه قرار دادیم. اینجا جالب هست. شار برونزو میدان ثابت رو مورد مطالعه قرار دادیم و یه قضیه همساز هست. میگیم تابع مانند f x y z رو در یک ناحیه همساز میگوییم اگه در معادل لاپلاس ست کنه، یعنی راندتو f به راند x برابر صفر باشه. خب این مطالب بسیار جالب هستند. تمام اینها در فیزیک و برق و الاخر اینها چی ازش استفاده میکنیم. این فرمول دوم که اینم جالب هست، میگه انتگرال سطح f دل ژ منهای ژ دل f نقطهش با n برابر انتگرال سگانه د روی f در لاپلاس ژ منهای ژ در لاپلاس و هست. بازم اینجا مطالب جالب هست چی میشه اینها رو ازش استفاده کرد. السلام علیکم.